الخوارزمی، دانشمند بزرگ تاجیک، اساسگذار الگبرا. او در خوارزم به دنیا آمده است. کتاب معروف الخوارزمی الجبر و المقابله به علم الگبرا اساس گذاشت. خودی کلمه الگبرا از نام همین کتاب سرچشمه میگیرد. محض او بار نخست در حساب سیستم دهی هندی را با استفاده از عدد صفر تشکیل و معمول کرد که در زمان فعلی این کشفیات پایه رشد علم متماتیک گردید. الخوارزمی با همراهی دیگر دانشمندان بار نخست رادیوس و پریمتر کره زمین را معین کرده است که این کشفیات اهمیت بزرگ علمی دارد. اولین اثر خوارزمی سورة الارض می باشد که در آن راجع به محل جایگیر شوی شهرها، کوهها، دریاها، بحرها و جزیره ها معلومات فراوان آورده شده است. اینچنین در کتاب جدول عرض و طول شهرهای داده شده است که در پس خط اکواتور جای گرفته‌اند. همه این نتیجه دستاورد و کشفیات دانشمندان تاجیک در زمانی است که نه فناوری‌های تکنیکی دسترس بودند و نه تکنولوژی هوشمند یاری رسان انسان. دانشمندی معروف تاجیک که به او نه دستگاه‌های گجتی میتوانست که روی کار بیاید و نه کامپیوتر و تلفن موبیلی، الخوارزمی نفر است که علم الگبرا را اساس گذاشت و سیستم حساب را کشف و پیشنهاد. سیستمی که بدون آن نه کامپیوتر کار میکند، نه تلفن همراه و نه ذهن صنعی. محض او الگوریتم کاری متماتیکی را برای حل مسئله ها کشف نمود که امروز این الگوریتم تمام روند کاری دستگاه های معاصر را اداره می کند. شروع از برنامه های سیستموی تا به برنامه های کاری هر روزه دستگاه ها. خودی کلمه الگوریتم از نام او گرفته شده است. هرگاهی که با تلفن همراه کار میکنی و یا از دستگاه کامپیوتری استفاده میبری و یا اینکه به طور غیر نقدی خریداری مینمایی، باید دانست که این امکانات نتیجه تفکری اندیشه والای چهره تابناک دانشمند تاجیک در علم بشری است.